سلام. من مهدی ماتریکس هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو من. تو این ویدیو اومدیم درباره دراپ همستر کامبت که الان تقریبا کل ایران دارنش و کل جهان، چون دراپ معتبری و به نظرم خفن و از نات کوین بهتره. اومدیم درباره دراپ صحبت کنیم، بگیم پروفیت مهمتره یا سک. خب دوستان، اولین سوالی که برای بیشترتون پیش اومده اینه که پروفیت مهمتره یا سکه. ببین، از دیدگاه خود منه که اینطوری فکر میکنم. من فکر کنم نات کوینم بود، اگه اشتباه نکنم 3 تا 0 کم کردن از رقما. باعث شد خیلی هیت بگیره، باعث شد خیلی مثلا از طرفداراش از دست بده و دیگه کلا واسش بد تمام شد اون قضیه. ولی حالا همستر اومده چیکار کرده؟ اومده هوش بازی در ورده، زرنگ بازی در ورده. اومده گفته در واقع این پروفیت این مهمتره و این باعث شده که همه بیان مثلا داخل بخش ماین یه سری کارت ها رو خریداری کنن که مثلا این پروفیت بره بالا و کارت ها هم مثلا گرون میشه بعد یه ارتقایی. مثلا این رو نگاه کنید، این کارت ها این کارت ها این کارت ها این کارت ها به شدت گرون میشه و اینکه مثلا مجبورم پول زیادی بدن سر همین. ولی به نظر من آخر بر اساس بالانس میاد یا یه سری در واقع تسکا مثلا میاد، مثلا میگه 10% از این ارما بوده اگه اشتباه نکنم، ارنا بوده. مثلا میاد میگه شما این تسکا رو انجام دادی، مثلا بهت فلان قدر توکن میرسه. مثلا میاد میگه فرند دعوت کردی، مثلا فرمرن دعوت کرده باشی، مثلا میگه فلان قدر توکن بهت میرسه. مثلا میگه پروفیتت مثلا چقدر ماین کرده، مثلا 10 میلیون ماین کرده، من 2 تا صفرش کم میکنم میشه 100,000، 10,000 تا مثلا بهش میشه، مثلا هر 1000 تا رو مثلا به 100 تا توکن میده. یه فرمول خاصی قراره اینطوری بزنن که در واقع توکن بندی بشه، چون اگه داخل صرافی کوکوین هم دیده باشید میگه کلا 10 میلیارد ازش قرار بشه، توتالش کلا 10 میلیارد، 10 میلیارد توکن. اینطوری باشه شما بیاید اینجا بیاید ببینید داخل لورد هستن، اینا همه بالای نمیدونم چقدر، مثلا حداقل همه بالای 2 میلیارد دارن که پروفیت انقدر است. حالا شاید براتون سوال شده باشه که مثلا بعضی کارت ها فرندی هستن، باید چیکار کنید؟ ببینید دوست، شما یه راه حل دارید، اینکه مثلا کل شماره فامیل رو جمع کنید اونا که همستر کامبت ندارن و با اونا دونه لینک بدید، با اونا وارد شید و اینجا داخل قسمت فرند برای شما میزنه. یا اینکه مثلا شما محدود اکانت دارید، میتونید یه اکانت که اصلا وارد تلگرام نشده جوین بدید، مثلا اصلا چت مهم میخواستی هیچی ندارید، یه جوین بدید مثلا با لینک همسترتون وارد شید، بعد اون اکانت رو دلیت اکانت کنید، اونجا فرندا برای شما داخل این بخش میمونه. و اینکه ولی مثلا اون اکانت دیلیت اکانت میشه زمانی که دوباره لاگین میکنید، اکانت دیلیت شده رو دوباره میاد، در واقع شما میتونید یه بار دیگه هم بفرستید و اینطوری مثلا شما از یه اکانت 2 بار تونستید چیز بگید، در واقع 2 تا فرند بگیرید. مثلا اگه 10 تا هم بتونی شماره پیدا کنی که مهم نیست واسه شون تلگرام، 20 تا میشه فرند مثلا. به همین سادگی میتونید 20 تا فرند بگیرید که بیشترین کارت ماین که فرندم نیاز داره اینجا داخل قسمت نیو کارت اینا قفلن، چون من جدیدا فرمرن نگرفتم و اینا دیگه همین، این موندن فقط اینا رو ارتقا بدم. حالا این مهم نیست. بیشترین کارت که فرند خواه کلا 9 فرنده، یعنی شما با 5 تا شماره اگه 2 بار دیگه استارت کنید و بیاید 10 تا فرند میگیرید و همه کارت ها واسه تون آزاده. حالا اگه بحث این فرند هستش، مثلا اینا رو بردارید بیارید مثلا جایزه بده به شما، این که هستش دیگه، مثلا اینجا جایزه میده و گفته تلگرام پریمیوم داشته باشی 25 کی میدم اینطوری بعدش. ولی من اصلا تلگرامم مادیه ولی 25 کی داده، این عجیبه، پریمیوم هم ندارم. بعد حالا بریم برای کامبوی امروز. کامبوی امروز اولین در بخش مارکتینگ این کارت. خب
این کارت که خریداری کردید میرید داخل قسمت لوگال، میاید پایین کارت اشتباه این کارت رو خریداری میکنید و این کارت چون جدید اومده اینو نقا بود چه پروفیت خوبی داره ولی قیمتش رفته بالا دیگه نمیصرفه. بعدش این کارت هم پروفیت خوبی دارم برای کامبوی امروزه. آخری هم که میاد داخل اسپیشیا همش این کارته. این کارتو بگید، حالا پروفیت بدی داره ولی خوبه دیگه. بریم سراغ کارتایی که تازه اومدن. اولین کارتی که اومدش داخل قسمت مارکتینگ به تازگی، یعنی همین جدیدن اومده، یه دونه اینو فکر کنم ولی اینو مطمئنم این کارت جدید اومده، پروفیت خوبی هم داره و اینکه میتونید خریداری کنید چون تایمر داره، ارزششو داره بخواید بخرید. تو زمانی که مثلا یه بار بیام بگم پروفیت مهمه آخرا این تایمر داره رو باید ارتقا داده باشید. حالا شما میایید داخل این بخش کارت جدیدی نیومده متاسفانه. لوگال جدیدن خیلی فعال شده، مثلا کارت مارتاش، کارت هند اومده، ایندیا و این یکی بنگلادش و این یکی و اینکه اینجا 3 تا کارت اومده، شما میتونید اینا رو بگیرید، پروفیت نسبتا خوبی داره. و داخل قسمت اسپیشیال کارت در واقع تی جی لیدرز که جدید اومده این کارت ها. خب پس شما الان با مفهوم در واقع همستر کمبت آشنا شدید. حالا این سوال هنوز پیش میاد که آیا پروفیت مهمتره یا سکه؟ به نظر من یه بالانسی بین جفتشون باید داشته باشید شما. مثلا الان این پروفیت که من دارم واسه کسی که 500-600 میلیون سکه داشته باشه، ولی من تصمیم گرفتم اینو ببرم بالا سری که فقط ماین کنه و هدفم اینه تا 1 میلیون برسونمش، که به نظرم شما بر اساس سکهاتون برید. تا 5 میلیون اول پروفیتتون حداقل به 300,000 تا داشته باشید. تا مثلا 100 میلیون پروفیتتون رو تا 500 کی ببرید، 200 میلیون تا 700 کی و مثلا 400 میلیون به بعد برید داخل 800 900 و 1 میلیون. من گفتم زود بردم بالا چون ماین کردم برام مهم، حالا به خاطر یه قضیه که فقط تو ذهن خودمه. حالا میام مثلا شاید بیام مثلا اینطوری جمع بندی کنن که هر چقدر پروفیت ماین کرده باشی در بیاد. حالا منم همه چیو در نظر میگیرم که بتونم در واقع بیشترین تعداد توکن رو اگه میتونم به دست بیارم در حد خودم. و اینکه ویدیو به اتمام رسیدم اینجا. ممنون از تماشاتون، حمایت فراموش نشه. کیفیت کارا رو سعی میکنم هر روز ببرم بالاتر و خدا نگهدار.